سلام دوستان، من امیر گیمر هستم. تا معمول خوش اومدم به ویدیوی دیگه. امروز اومدیم آموزش مد ریختن روی ماینکرافت موبایلتون رو داشته باشیم. پس بریم لیتس گو. خب دوستان، شما برای مد ریختن باید روبیکا رو داشته باشین. این روبیکاست، واردش میشید و تو قسم بخش سرچ اینجاست دقیقا وارد میشه و از این مینویسید مد ماینکرافت. اینجا که نوشتین چند تا سایت اینا میاره که بستگی به خودتون داره. من بیشتر از این استفاده میکنم و اینجا لینک هاشون دیگه هست. مثلا این مد بچگی تا بزرگی، نمیدونم یکی از این مداست، برین دانلودش کنید و استفاده کنید. حالا من یکیشو واسهتون دانلود میکنم که سبکه. مثلا یکی مد دوستان، این هم مدو داریم هم اسکرین که دوتاشون شبیه همه، فقط طرز کارشون یه خورده فرق میکنه. ما میسیم تا این دانلود بشه دوستان. خب دوستان، دانلود که شد یک فایل این شکلی به شما میده. این الان دانلودش کردم. شما میذارین روش و اینجا چند تا گزینه میاره که براتون که میذارین روی ماینکرافت و وارد ماینکرافت میشید. خب دوستان، وارد که شدید همچین پیامی بالای صفحه واسهتون میاد. شما باید وارد بخش پلی بشید. این بخش وارد شدین، روی این گزینه کلیک میکنید که اگر دوستان شما همین کارا کردید، مپ ریختین، اینجا واسهتون چند تا گزینه میاره که داخل اون وارد مپ میشید. اگر هم میخواین مستقیم وارد مود شید، اینو میزنید دیگه. حالت بازیتون رو بستگی به خودتون داره. به نظر من کیف دل بهتره و اینجا شما وارد این بخش میشید. این بخش عکس صندوقیه. وارد که شدین، اینجا چند تا گزینه است که شما این گزینه رو انتخاب باید بکنید و روش که میزنید مودی که ریختین رو فعال میکنید با این گزینه. که ما الان این مود رو ریختیم، اون مود اینو روی این گزینه که کلیک کنید مود فعال میشه و بتونید وارد بازیتون بشید. دوستان منتظر بمونید. خب دوستان، همونجور که میبینید بازی اومد و دیگه مودم داخل این بخش رو باید بیاد قاعدتا. حالا پیداش کنیم دوستان. اگر پیداش نکردم مودل دیگه هم هست، بتونید دانلود کنید. حالا بذار ببینم پیداش کنم دوستان. اگه پیدا نکردم دوستان، من یک کمی گشتم پیداش کردم. مودی که ریخته بودیم و مود خونه بود. 4-5 تا خونه آماده. ایناش دوستان دیگه میتونید خودتون ازش استفاده کنید. حالا به عنوان مثال یه خونهشو واسهتون دوستان میارم. این موشکه دوستان، لازم ببخشید دوربینم عوض کنم. خب اینجا که این دکمه رو فشار بدین، اوکی رو بزنید. یکم وایسین دوستان. الان این گزینه ها واسهتون دوستان میاد بعد یک کمی و شما باید اینو انتخاب کنید. بزنید روی این که الان ما بریم داخلش نگاه میکنیم. به نظرم خیلی چیز کاربردی خوبیه واسه کسایی که واسه ماینکرافت بیاد کار کنن.
تمام امکانات. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.